در خانه نماز نیست خیر نیست، در خانه ای که نماز نیست برکت نیست، در خانه ای که نماز نیست احترام نیست، در خانه ای که نماز نیست محبت پدر و مادر نیست، در خانه ای که نماز نیست در اون خانه جنگ و جدل است، در خانه ای که نماز نیست صلح و امنیت در اون خانه نیست. دومین کلید نماز. اگر شل میشیم، اگر کور میشیم، اگر گم میشیم، اگر کر میشیم اشکال ندارد، اما از خدا بخواه که پروردگارا ما را بی نماز نگردان، پروردگارا ما را بی نماز نگردان. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه، حضرت عبدالله ابن عباس رئیس مفسرین است، چشمای مبارک آسیب دید. دکتر گفت که سجده نکنی، بس سجده نکنی که چشمایت کور میشه. حضرت عبدالله ابن عباس گریه را شروع کرد، گفت گریه هم نکن سجده هم نکن، شروع کرد به گریه کردن. دکتر گفت برات گفتم گریه نکن. عبدالله فرمود چشمی که گریه ندارد از ترس خدا، پیشانی که سجده ندارد، اون به پیش خدا هیچ خیر ندارد. چشمی که مرا مانع شود سجده خدا نکنم، اون چشم را نمیخواهم. الله اکبر، اون چشم را نمیخواهم. سروران من، این نماز دومین کلید.